سلام بچه. الان آخر شب تقریبا یه چیزی تو اینستا دیدم، یه مسئولی میگفت همه سگا رو باید بکشه. این حرفا بعد گفتم مگه نمیگن هر چیزی وجودش یه خاصیتی داره؟ فکر کردم، بعد به این نتیجه رسیدم که اگر سگ ها نباشه چه اتفاقی میفته و بودن چه سودی میتونه داشته باشه. نتیجهش این شد آقا سگ جلوی حیوانات درنده دیگر رو میگیره که وارد منطقه زندگی انسان ها نشه. یعنی یه سد محکمیه برای که اتفاق نیفته. و اگر مثلا این سگ رو بکشی یعنی این سد رو خراب کردی و نتیجهش این میشه که شغال و گرگ و چه میدونم ببر و پلنگ و اینا با توجه به منطقه زندگی ماها هر کسی وارد زندگیمون میشه. فرض کن میری سر کوچه میبینی یه ببر داره سطل آشغالو میخوره و این خیلی خطرناکه. نظرتون چیه؟ خدافظ.